وقت بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا میگوید که حلقات خرابکار داخلی و بیرونی تلاش میکنند به روند صلح افغانستان آسیب برسانند. سازمان ناتو همچنان با اشاره به حمله بر کارمندان لوی سارنوالی گفته که این سارنوالان روند رهایی زندانیان طالبان را تسهیل میکردند. افغانستان و ایران در یک بیانیه مشترک از نهایی سازی سند همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تا 3 ماه آینده خبر داد. این بیانیه مشترک پس از پایان سفر 2 روزه هیئت افغانستان به تهران نشر شد. عربستان سعودی ورود اتباع خارجی به شمول افغان‌ها برای حج فرضی امسال را ممنوع کرد. قبل از این سالانه ده ها هزار افغان در مراسم حج در عربستان سعودی شرکت می‌کردند. قرارداد 57 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 413 میلیون افغانی برای 17 ولایت امضا شد. وزارت انکشاف دهات گفته است این پروژه ها از سوی شوراهای انکشافی تطبیق می شود و در یک شبانه روز گذشته 20 تن از اثر بیماری کرونا جان باخته و شمار مصاب شدگان به کرونا در کشور به 29481 تن افزایش یافته است.